مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مرگ باز یک نابالغ در زیر چرخ ماشین راهگذر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی صبح 16 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 9:40 راننده ماشین تمغه هوندای استاریکس قربان نظرов شاه محمد سال تولدش 1990 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت محله 46 شهر دوشنبه به سمت مرکز نویه رودکی در حدود گردش جماعت شهرک میرزا ترسوزاده از عهده اداره وسطای نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ محمدزاده عمرجان سال تولدش 2015 ساکن نویه فرخارو پخش نموده است. در نتیجه عمرجان محمدزاده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت عاید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راه‌های جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده 1179 کسی دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های تاجیکستان 416 نفر جان باخت. 1197 نفر جراحت برداشته بودند. متاسفانه 10 نفر از قربانیان این صدمه ها را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند.